یه چند وقت بود هر کی منو میدید میگفت چی کار کردی موهات انقدر بلند شده؟ چقدر موهات بلند شده؟ وای خوش به حاله، چه موهای بلندی داره. اما حقیقت اصلا اون چیزی نیست که فکر میکنین. من توی این مدت انقدر استرس کشیدم، انقدر بهم فشار اومده. ساختم موسازی چی میگه؟ هر دفعه میخوام ویدیو بگیرم یکی شروع میکنه خونه ساختن. آخه میبینید که خیلی آرامش دارم. من خیلی آرومم، خیلی. بله، و تغذیه افتضاحی که بعد از شکست خوردن تو اون چالش داشتم و همچنانم دارم خیلی کم غذا میخورم و دست خودم نیست و کمبود 1000 تا ویتامین و کوفت و زهرمار دیگه باعث شد من کچل بشم. بله کچل. الان شاید از خودت بپرسی کجاش کچلی؟ بذار بهت نشون بدم. آره نهاشش دیدی داره تقریبا تمام موهام میریزه. استرس بدترین چیز برای من تو زندگیم، چون واقعا ریزش موهامو چند برابر میکنه همیشه و تنبلی تخمدانم که دارم هر روز راجبش میگم چون داره دهنم هر روز بابتش سرویس میشه، باعث شده موهام دیگه داره 100 برابر میریزه. دیگه هیچی نمونده. ولی میبینین اینجاها رو، بیبی هیرا رو میبینین؟ به خاطر اینه که من از یه ماسکی همیشه استفاده میکردم که واقعا احساس میکنم اون هنوزم که هنوز داره منو نجات میده. من از این ماسک تقریبا 1 الی 2 روز در هفته استفاده میکردم و عالی بود. یعنی خودم هم باورم نمیشه که موهام چطوری انقدر بلند شده. برای همین تصمیم گرفتم دوباره بیام و هفته 1 الی 2 بار این ماسک رو به موهام بزنم، چون هم خیلی خوب موها رو بلند میکنه، هم خیلی خوب باعث رویش مجدد موها میشه. البته که من فقط از یه ماسک استفاده نمیکردم، از ماسک‌های مختلفی استفاده میکردم. مثلا اگه هفته 2 بار ماسک میزدم، سعی میکردم یکیش این باشه که امروز میخوام بهتون یاد بدم، یکیش هم یه ماسک دیگه باشه که اونا رو تو روزهای دیگه بهتون یاد میدم. ولی این ماسک موهای منو از موخوره نجات داد، موهام بلند شد، ریزشش کم شد، برق میزد، از خشکی مضاعف موهامو نجات داد. ولی واقعا نمیدونم چه مرگمه که وقتی میدونم یه چیزی واسه موهام خوبه اینقدر کم ازش استفاده میکنم. امروز روز اول چالش قبلیه رو آپلود کردم و دیدم چقدر انگیزه دادم به خیلیا. از کامنت ها میتونم اینو بفهمم و واقعا اگه این چالش رو شروع کردی و اگه من استاپ زدم و گند زدم توی احساساتت و انرژیت، منو ببخش. 1 2 تو رو خدا تو حداقل شکست نخور. تو من نشون بده اصلا از من قوی تری لطفا، خواهش میکنم. وای من چقدر دست خودم عصبانی ام امروز، واقعا عصبانی ام، بخاطر اینکه اصلا اونقدر بهتون انرژی ندادم توی طول این چالش و اعصابم خورده، چون خیلیا گفتن ما ازت انگیزه گرفتیم، ما باهات میایم و من گند زدم. اما دیگه نمیذارم این اتفاق بیفته. از ادامه اینجا پا به پاتم. تو که برنامه رو میدونی، تو که روزاشو میدونی، تو که میدونی تو هفته دوم چیکار کنی، هفته سوم چیکار کنی، چقدر چیکار کنی. پس خودت انجام بده. حتی یه من از تو عقب‌ترم، تو از من جلوتر باش و تجربیاتتو به من بگو. به خاطر من استوب نکن باشه، به خاطر من از اول شروع نکن باشه. تو ادامه بده اگه میتونی. خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم. آره خلاصه گفتم بهتون که میخوام راز بلند شدن موهامو که گیسو کمن شده بود و بهتون بدم. البته که ریزش موهاتون به دلایل خیلی 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 زیادی مربوطه. پس لطفاً اول آزمایش بدین تا علت ریزش موتون رو متوجه بشین. قطعاً بدنتون کمبود یه سری چیزها رو داره، باید حتما ویتامین ها و چیزایی که کمبود دارید رو مصرف بکنید و اون نیاز بدنتون رو رفع بکنید. یا مثل من ممکن تنبلی تخمدان داشته باشین و یکی از اصلی ترین علت‌های ریزش موتون باشه که باید تنبلی تخمدانتون رو خوب کنین، که من دارم توی این راه این کارو میکنم. خیر سرم. ویتامین هام تا یه چند روز دیگه به دستم میرسه اگه دوستم بهم بده. و در آخر این ماسک ها میتونن کمک کننده باشن و این یکیش هست که من بهتون قول میدم خیلی 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 تاثیر داره. اگر اون مشکلای اصلی رو حل کنید، این ماسک 50% راهو کمکتون میکنه تا تبدیل به گیسو کمن بشی عزیزم. ساعت فاکینگ 4:26 و من هیچ غلط دیگه جز کار کردن نکردم. البته امروز خیلی سعی کردم ظرفا رو بشورم، شستم، ولی خب امروز اساسی جارو برقی و تی دارم که حتما باید این کار رو انجام بدم. بریم که داشته باشیم ادامه یه روزا. قراره که ورزش کنیم. منم میخوام چای سبز بخورم. عوضش کردم مدلشو، سادهشو گرفتم. نمیدونم چه جوریه. بعد از اون ازش امتحان کنم ببینم که چه خبره، چطوریه این. امیدوارم که چیز خوبی باشه. میخوام ورزش کنم. واسه قبل ورزش چای سبز خیلی خوبه. حتما پیشنهاد میکنم بهتون. به چربی سوزیتون کمک میکنه. یه ایشونو میخوریم و با 2 تا خرما انرژی میگیریم و نیم ساعت 40 دقیقه دیگه ورزش رو شروع میکنم. امروز جلسه آخر اون دوره ورزشی است که خریده بودم. اصلا خوب ورزش نکردم. خیلی ناراحت بودم و عذاب وجدان داشتم که چرا دوره رو خریدم ولی درست درمون نمیرم. این دورانی که بهم خیلی سخت گذشت، اصلا هر بار که میگم چون چالش
قبلی تموم شد، این فاصله که من تا بیام رو چالش دوم واقعا دوران خیلی سختی برای من بود. یعنی هر چقدر بهتون بگم خیلی کمه و من واقعا توش عذاب کشیدم و تمام روتینم به هم ریخت. خوابم، غذام، لایف استایلم، ورزش کردنم، به همه چی. یعنی واقعا داغون شدم تو این 15-20 روزی که گذشت. الان که میخوام دوباره خودم رو برگردونم یکم برام داره سخت میشه، ولی از اونجایی که خب دوباره سبک شروع کردم چالشو، خب اینش خوبه. تایم کم رو میخوام بیشتر انجام بدم بدون اینکه به خودم عذاب وجدان بدم که وای تو تایمای کم رو رفتی، الان دیگه باید تایمای خیلی بیشتر رو پر میکردی. و نه، به خودتون اصلا وقتی شکستشو میخورید این حسا رو وارد نکنید. چیزی که تو این چالش برای من خیلی ثابت شد این بود که فقط کافیه یه روز شل کنی، تمومه. یعنی یه روز جدی نگیری این چالشو، اما روز با کله میافتی پایین. اگه داری میری واقعا شل نکن، واقعا جدی بگیر. تک تک کارهایی که میکنی آلارم بذار. خیلی مهمه این موضوع. این باعث میشه چالش رو بتونی ادامه بدی، چون از این چالش هست که درست تایمش کمه ولی تعداد قانوناش یه مقدار زیاده. قبول میکنم این موضوع رو، ولی خب ببخشید واقعا عذر میخوام. یه سوال دارم ازتون. آدمایی که خفنن، آدمایی که پیشرفت میکنن، واقعا دارن بیشتر از آدمای معمولی تلاش میکنن. کارهایی که تو شبانه روز میکنن خیلی متنوع‌تر و بیشتر از آدمای معمولیه. واسه همین پیشرفت میکنن. خب عزیزم، اگه تو پیشرفت میخوای بعد این چالش رو به ثمر برسونی. اگر آدم خاصی هستی میتونی از پسش بر بیای. من خودم یه بار شکست خوردم. اگه شکست خوردی نمیگم تو خاصی نیستی، ولی واقعا اگه میتونی از پس این چالش بر بیای واقعا تو متفاوتی. چالش به درد فقط آدمایی نمیخوره که میخوان یه زندگی عادی داشته باشن. واسه کسایی خوبه که میخوان رشد کنن، از یه زندگی عادی بپرن توی زندگی خیلی بهتر و مثل آدمای موفق زندگی کنن. این چالش واسه اونا. کسی که میخواد خور بزنه بگه آره تعدادش زیاده فلان بیساره، نکنه این کارو. واقعا دارم بی پرده صحبت میکنم. من خودم این کارا رو دارم میکنم که آدم خاصی بشم، از این حالت معمولی بودنه در بیام. برم این چای سبز و خرما رو بخورم، با هم دیگه بریم ورزش کنیم. آداب ورزش کردن هم بهتون نشون بدم. از فردا هم دوره جدید رو دوباره خریدم. راستی قراره که برمش. به هیچ عنوان قرار نیست که بزنم زیر این دوره، به هیچ عنوان. چون نه قراره تو این چالش شکست بخورم و نه قراره که دیگه بزنم زیر این دوره و دوست دارم هر روز برم. مدل دورش اینجوری که فول بادی داره، هوازی داره. تو میتونی جفتشو بخری، میتونی جدا جدا بخری. بچا به خدا من بازم میگم این تبلیغ نیست. کاش واقعا میگم تبلیغ بود، حداقل پول نمیدادم نکنم دلم بسوزه. دوره هوازی داره، یه دوره فول بادی داره. من جفتشو خریدم. بزن بریم که ورزش کنیم با هم. دوست دارم این ویدیو رو دیدی، لایک کردی، کامنتو گذاشتی، بلند شی بری ورزش کنی. یا من حالیم نمیشه. بلند شی بری به کارهای عقب افتادت برسی. بلند شی بری آموزش ببینی. بلند شی بری هر کاری که از دستت برمیاد بکنی. اصلا این چالش رو شروع کنی. یا اگه تو این چالشی قوی‌تر ادامهش بدی. آره قراره که با هم دیگه ورزش کنیم. قراره یه کوچولو خودم موقع ورزش کردن نشون بدم بهتون، با اینکه هنوزم راحت نیستم. آب موقع ورزش فراموش نشه. خیلی هم تشنمه، بذاریم کنار. همونطور که گفتم تو این دوره ورزشی یه کش لازم داشتیم و دمبل. خب بچه‌ها، من ورزشم تموم شد. الان میخوام اون ماسک سحرآمیز جادویی بی‌نظیر رو بهتون یاد بدم. صبر کنید. اینجا ما کتان تخمی داریم تو ظرف خیارشور. البته این خیلی مامان بزرگیه، من قرتی ترش هم خریدم. بله، از اینا که خودش قسمته. فکر کنم مثلا هر بار یه دونش رو بریزم دیگه. خیلی خوبه، اندازش کاملا مناسبه. 3 تا قاشق تخم کتانی میریزم. کتان تخمی برای حجم موهای من اگه بخوام که به ساقه موهامم بزنم 3 قاشق باید استفاده بشه. 2 تا لیوان آب در ازای 3 تا قاشق کتان تخمی. بس دیگه. آب بخورید، آب فراموش نشه، آب زیاد. این دیگه آخرای این روغن رزماریمه. وای خدای، البته یه بسته دیگه دارم باید پیداش کنم. یه دونه دیگه از دادم. روغن رزماریتون اصل باشه لطفاً، حتما از عطاری، از جای مطمئن بخرید، وگرنه فایده نداره. که میریزیم به اندازه یه قاشق چای خوری پر. به اندازه یه قاشق غذاخوری هم روغن کرچک میریزیم توش.
همینقدر زیاد. اصل کاری رو این انجام میده واسه ریزشمون. و یه نفر دیگه هم اینجا خیلی موثره، میخک. 6 تا دونه هم میخک. میدونی ژل کتان خیلی معروفه ماسکه، ولی با این محتویات یک جواب دیگه، خیلی جواب بهتر میگیریم. میذاریم 20 دقیقه بپزه، نه بجوشه، بعد میام بهتون نشون میدم چجوری عصاره گیری کنین بزنین به سرتون. خب بچه‌ها اومدیم عصاره ماسکو بگیریم که به این روز افتاده. برای اینکه کارمون رو راحت‌تر کنیم از یه جوراب پرازین استفاده می‌کنیم. این جورابو طبق همین روشی که بهتون نشون میدم اینطوری کششو میندازین اینجا. این باعث میشه که خیلی کارتون راحت بشه. به همین سادگی راحت میتونین ماسکو بریزین توی جوراب. اینجا عصاره‌ش رو میگیرید. یه چیز لزج و آبکی. این جورابم قشنگ میتونید بشوریدش، همین الان که خشک نشده خالی کنید تخماشو، آب بریزید داخلش، قشنگ تمیز میشه و تا 3 بار اینا میتونین قشنگ ازش استفاده کنین واسه عصاره گیری. اینم از این. یه تیشرت درب و داغون مثل من بپوشید. من این تیشرت رو هر موقع میخوام تمیزکاری کنم، چه میدونم ماسک بذارم، یک گندی بزنم، این بدبخت رو میپوشم. اول موهاتون رو شونه میکنین که گره نداشته باشه، خیلی بهتر میتونید اون موقع ماسکو بهش بزنید. از ریشه شروع میکنین و این ماسکو میزنید به ریشه موهاتون اول کامل، یعنی قشنگ ماساژ میدید. که تنبلی نکنین دیگه. اگه خیلی تنبلید بدین یکی از اعضای خانواده‌تون، دوستی، چیزی براتون بزنه، چون قشنگ باید به خورد ریشه‌تون بره که کارشو درست انجام بده. هرچی ماسکتونم غلیظ‌تر باشه، ژله‌ای‌تر باشه، کمتر بعد از اینکه زدین مثلا شره میکنه و اینا. اگر عصاره‌شو گرفتین دیدین ژلش هنوز یکم رقیقه، میتونید یکم دوباره بذاریدش شعله که سفت‌تر بشه، خودشو بگیره. من معمولا 2 ساعتی ماسکو رو سرم نگه میدارم، دیگه 2 ساعت میذارم قشنگ بمونه. شما مگه وقت دارین قبل همون مثلا یه 2 ساعتی بذارید بمونه. فقط قبلش مطمئن بشین که به هیچ کدوم از این چیزایی که توی این ماسکه حساسیت نداشته باشین. میبینید من چجوری لایه باز میکنم؟ اینجوری لایه باز میکنین، بعد قشنگ ماساژ بدین خیس بشه کف سرتون. میبینین چقدر خوب زدم؟ لایه که میزنی بعدش میای قشنگ ماساژ میدی، روشم میزنی، کامل میگیره. چون کل سرم الان خیس و مرطوب ماسکه. این 2 ساعت هم این ماسک بره به خورد سرم، برم بشینم درس بخونم، بهترین تایمه. بچه‌ها اصلا این چالش خوراک کسایی که درس میخونن ها، یعنی قشنگ تایم درس خوندن و آموزش داره. درستو میخونی، ورزشتو میکنی، ورزشی که میکنی میبینی چقدر کمک میکنه به بازدهی تو درس خوندنه. خستت نمیکنه که هیچ. ورزش که میکنی انرژی داری، هی میخوای کاری انجام بدی. یه کامنتی بود تو روز اول چالش من خوندم، منی که مدرسه میرم به جای کار کردن درس بخونم، به عکسش میخورد که راحت مثلا 16-17 سالش باشه. و به نظر من بچه ها باید از سن 17-18 سالگی، نمیگم همشون برن کار کنن و نه، ولی به فکر آیندهشون، به فکر اینکه پول در بیارن باشن. کارهای ریز خیلی کمک میکنه که تو آینده بهتر بتونی با حرفه‌ای که داری پول در بیاری و یاد میگیری. خب حالا من نمیگم به همه که الان یه سری گارد بگیرن چرا داری مثلا کار کردن و فلان زور میکنی اینا، نه. ولی به نظر من اینه، من یه روز بچه دار بشم، بچه‌های من بعد از 17-18 سالگی مغزشون درگیر این باشه که چیکار کنن، پول در بیارن در کنار درسی که میخونه. درسم برام مهمه، ولی باید از اون سن فکر بکنن چجوری میتونن بیزنس خودشونو یا یه کار کوچیکم شده انجام بدن که پول در بیارن. حالا کسایی که محصلن و دوست دارن این چالشو انجام بدن، نمیدونن بعد دقیقاً این قسمت کار کردن رو چیکار کنن، یا بشین فکر کن ببین چه کاری میتونی بکنی که ازش پول در بیاری. اون یه ساعتی که نوشتم مثلا کار کن، این یه ساعت رو بشین فکر کن چیکار کنم. حتی شده تا اگر روز 20م چالش نفهمیدی چیکار کنی، بشین اون تایمای کار رو فکر کن چیکار کنی. ولی اینکه اگه واقعا نمیتونی کار کنی، شرایطشو نداری، اون ساعتای کار کردن رو تو درس بخون. واقعا بعضی کشش اینو ندارن هم درس بخونن هم کار کنن، و اگر داری درسی که میخونی قطعا به آیندت کمک میکنه، تو اون تایمای کاری درس بخون.